بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم همتون خوب و سلامت باشین دوستان عزیز. امروز میخوایم راجع به مراحل اخذ پاسپورت معلومات براتون شریک بسازم. پروسه دریافت پاسپورت اینطور است که اول در سایت عمومی ریاست پاسپورت که در گوگل است، البته در اونجا باز چیزی میشه ثبت نام آنلاین میشه، به شکل آنلاین ثبت نام میشه. بعد از او باز وقتی که ثبت نامتون کردین، یعنی دولت خود یا ثبت نام کردین یا در کابل ثبت نام آنلاین کردین، بعد از او باید منتظر میمونید که تا یک تاریخ براتون مشخص شود. عموما در کابل که کسایی که جدید ثبت نام میکنن از 2 ماه گرفته تا 6 7 8 الا 2 ماه بعد برشان نوبت میرسن. و دولت ها که هستن عموما دولت ها از 20 روز گرفته تا 2 ماه برشان نوبت میرسه، 2 ماه الا 2 نیم ماه بعد برشان نوبت میرسه. و کسایی که میخواه زود نوبتشان دریافت شوه، یعنی زود نوبتشان مشخص شوه، یعنی زیاد وقتشان ضایع نشه، اونها یک تکنیک ما برشان نشان میتیم، اونها باید یاد بگیره. مثلا کسایی که میخواه که منتظر ولایت خود هستند و سایت ولایتشان باز شود، اون وقت با ثبت نام آنلاین کنه. اینطوری این کار نکنید. در این صورت شما در لیست اخیری قرار میگیرید. شما باید چی کار کنید؟ شما باید ثبت نام آنلاین در کابل کنید. وقتی که در سایت کابل ثبت نام کردین، بعدا هر وقتی که سایت ولایتتان باز شد، باز میتونید فرم خود از کابل به ولایت تبدیل کنید. در این صورت بر شما نوبتتان خیلی زود براتون میآید، نوبت بیومتریکتون خیلی زود مشخص میشه. بعد از که نوبتتون که مشخص شد، پرداخت تعرفه است، یعنی تعرفه بانکی می باشد، اون را چیزی میکنید پرداخت میکنید. و از کالان ها که هستن فعلا از دولت ها 5900 الا 700 یا 6200 افغانی میگیره دولت ها از 5 ساله، پاسپورت 5 ساله. و از اطفال که هستن، از اطفال البته از اطفال باز 3250 افغانی در کابل میگیره، باز دولت ها که هستن 3500 افغانی میگیره. بعد از او تعرفه بانکی بیومتریک است، مراحل بیومتریک میرسه. باید بیومتریک شوین. شما در بیومتریک از شما اسنادی که میخواه، تعرفه بانکی میخواه، عویز بانک میخواه ازتان که ضبط ورق براتون میته بانک، ازتان میخواه تذکیره ازتان میخواه، و این فرمی که ثبت نام آنلاین کردی فرم ازتان میخواه. و یک قطعه در کابل فقط یک قطعه یک الا 2 قطعه عکس بکار است و دولت ها 4 قطعه عکس ازتان شما میخواه. عکس به شفاف باشه و پشت بگراند شما به سفید باشه. و دیگه وقتی که بیومتریک شدین، امضا کردین، شست ماندین، بعد از او یک ورق براتون میته. اما ورق بیومتریکتان است که یک تاریخ براتون مشخص میکنه که به می تاریخ باید با نزدیکترین پستخانه مراجعه کنه و پاسپورتتان چاپ میشه. معمولا دولت های که نزدیک به کابل باشن، مثلا پروان، پنشیر، لغمان، لوگر، میدان وردک و ننگرهار، اینها که هستن حدود از 15 روز گرفته 25 روز بعد پاسپورتشان چاپ میشه. و ولایت هایی که یک کم دوردست است، غزنی است، زابل است، بامیان است، فراد، کندوی، اینها ولایت ها که هستن، یا بلخ و یا هرات که هستن، اینها حدودی از 20 روز گرفته تا 35 الا 40 روز بعد پاسپورتشان چاپ میشه. و کابل که است، کابل که زیاد طولانی شد یک هفته یا از یک هفته کم در 5 روز الا 4 روز در کابل چاپ میشه. و کسایی که زیاد عجل نیاز داره، یا مریض است یا بورسیه کدام بورسیه ثبت نام کرده باشه، از طرف وزارت تحصیلات عالی معرفی شده باشه، با اونها در ضرب 4 ساعت الا 6 ساعت برشان پاسپورت چاپ میکنه، برشان میتن. و فقط ولایت های دیگه که هستن، اونها باز از 20 از 15 روز گرفته تا 40 روز باز اونها دریافت میکنن. این پروسه تمام خود پاسپورت بودن که از ثبت نام شروع تا ختم پستخانه. امیدوارم ویدیو ازتان خوشتان آمده باشم. برای معلومات بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا این خوب براتون تهیه و جور کنیم. تشکر، زنده باشید.